سلام دوستان، چطورید؟ به چنل استیبر خوش آمدید. امروز اولین ویدیو چنل استیبر رو هم آپلود کنیم. یک انفجار با این گلوله دراز قامت هم انجام بدیم و خفنه. سلاح مرگبار که میبینید فقط از یک لوله سفید ساخته شده و یه چسب مشکی هم برق، هم چسب برق خودمون هم بهش بس کردیم. میبینید یک گلوله وحشتناک، به این چیزش نرید. یک کاغذ دورش پیچیده شده و یک میخ داخلش فرو داده شده. اینو میذاریم سر این و فوت میکنیم داخلش و شلیک مرگبار داریم. بریم امتحان کنیم و نشونتون بدیم و کاملا خفن. دوستان این هدفمون هستن، میخوایم بهشون شلیک کنیم از راه دور، از این ور بهش شلیک میشه و ببینیم. بپکنیمش. توفمرغ فلج شد. دوستان همینطور که دیدید الان نشونا رو هدف گرفتیم. این سلاح مرگبار فقط یه لوله بود، فقط این بود. دوستان ببینید بادکنکمون هیچی ازش باقی نموند و تخم مرغ اونم به این حالت در اومد. تیر اونم داخلش گیر کرد و درش کنیم شد تخم مرغ تیری. بیایم بینیم. دوستان میبینید الان میخوایم با این نوک پن بزنیم پرسش کنیم. حالا ببینیم جوابگو هست این شیشه رو بتره کنه یا نه. خب بریم. پدرمون در اومد داخل این گرما ولی میتره کنیمش. خب بریم ببینیم چی میشه. بزن. شروع. دوستان میخوایم تخم مرغ ببینیم میتونه رد کنه این تیر یا نه. فقط لبش هست نتونست کاری کنه. بریم یه تیر دیگه بزنیم بتره کنیمش. تخم مرغ باید شتک بشه. بریم ببینیم چیکارش کنه. میبینید دوستان میخوایم این شیشه رو بتره کنیم. حالا ببینیم اصلا مقاومت این شیشه چقدر درباره گلوله ما. تخم مرغ میبینید پلش شده میخواد بپزه. برگردیم عقب و بگیریم. سختی کار اینطوری است. خب یا خدا ترکی یه لبش از دوستان میبینید که ما داخل این گرما آفتاب هم هنچی آتشیه که اومدیم یه ویدیو بگیریم ببینیم چی میشه. بخوایم اونو بتره کنیم، صبر کنیم خورده تجهیزات برسه و بتره کنیمش و خفن و عالی. فکر کنم شیشه باید با دست بهش فکر کنم. حالا ببینیم میتونیم بار بعدی نشکسته لحظه بدستان ببینیم آخر میتونیم اینو بزنیم پرسش کنیم یا نه. بزن. اول گلوله آماده بشه ببینیم میتونیم بزنیمش یا نه. بعدش هم اونو داریم. بزن. میشه نشکست. گلوله ها اضافه شد میخوایم اینو بتره کنیم ببینیم آخر کار این میتونیم بزنیمش پرسش کنیم یا نه. بزن. این شیشه دو شاخ شد، این وسطشه و اینم شیشه های خورده شد. بریم سراغ یه چیز جدید و بتره کنیم. میبینید نمیشکن ولی اینطوری میشکن. پدر مادر کرد. میخوایم بزنیم. بزن بعدش هم بزن پرسش کن. یکی دیگه نیاز دیگه تموم. میخوایم بزنیم ببینن دوتاش میتونه با هم همزمان رد کنی یا نه. بزن. یا پرسش. ببینید دوستان از این گوش رفت به اون گوش اشک میریزد برای دوستان. ببینید چی شد. از این نایه رفت، از این نایه اومد بیرون. ببینید راحت ضربات وحشتناکی میزنه این فیلم بردارمون. این ویدیو به پایان رسید و اگه دوست داشتین این پارت دومش هم به زودی میسازیم و شما لذت ببرید.
دمتون گرم، حمایت کنید و سابسکرایب کنید. دمتون گرم.